سرخط مهمترین خبرها: نجات 2 کوهنورد روس در تاجیکستان. پوتین درباره زندگی خارجیان فرمان نو امضا کرد و در ولایت سوخت 6 صاحبکار به فروش ادبیات دینی ممنوع گمانبر شدند. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرها را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 21 آگوست سال 2024 است. بانک آسیای رشد برای زیاد کردن دانش زنان در بخش کشاورزی و سودا به تاجیکستان 17.5 میلیون دلار گرانت یا مبلغی به بازگشت میدهد. این بانک 21 آگوست در خبرنامه نوشت این مبلغ برای این هدفها به تاجیکستان داده می شود: بلند برداشتن محصول زحمت زنان در بخش کشاورزی، بهتر کردن شرایط نگهداری و کارکرد دسترنج این قشر جامعه و دستگیری زنان آسیب پذیر. در نظر است مبلغ بانک آسیای رشد برای دستگیری زنان صاحبکار در 6 شهر و ناحیه تاجیکستان از جمله بختر، فرخار، کولو، 5 شهر توز و واسه صرف شود. جزئیات بیشتری لایحه فعلا معلوم نیست. بانک آسیای رشد یکی از کمک رسانه‌های اساسی تاجیکستان می باشد. 2 کوهنورد روس را که بعدی برآمدن به یکی از قله‌های بلندترین تاجیکستان بی‌درک شده بودند نجات دادند. در این باره سفارت روسیه در دوشنبه خبر داده است. به قول منبع این 2 کوهنورد 16 آگوست به قله آزادی آمدند و بعد این علاقه با آنها کنده شد. مسئولین سفارت گفتند 2 شهروند روسیه با کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان نجات یافته بعد دوشنبه برگشتند. احوال کوهنوردان خوب گفته می شود و در نظر است آنها 21 آگوست به روسیه برگردند. قله آزادی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان جایگیر بوده. بلندیش 7105 متر از سطح بحر را تشکیل می دهد. تا سال 2020 این قله نام عالمیروز کرژنفسکی را داشت. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هفته‌های نزدیک در 3 کشور آسیای مرکزی مشق‌های نظامی برگزار می‌کند. در این باره وزارت کارهای خارجه روسیه خبر داده است. به قول میکل اگدستیان، یک مسئول این وزارتخانه، هدف از تمرین‌ها حفظ ثبات در آسیای مرکزی با نظرداشت تهدیدها از افغانستان است. در نظر است که دوره نو مشق‌های مشترک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در آسیای مرکزی نخست از 3 تا 15 سپتامبر در قرقیزستان برگزار شود. بعد از این گشت‌های نظامی در تاجیکستان می‌گذرند که سنه دقیقش اعلان نشده است. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک سازمان زیر نفوذ مسکو است که روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضایان هستند. ارمنستان بیش از 1 سال است که برای این سازمان پول نمی‌دهد و سربازانش را هم به تمرین نمی‌فرستد. بعد جنگ قره‌باغ کوهی نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان بارها از کار این سازمان ناراضگی کرده است. در روسیه قرار امضا شد که برای خارجیان پشتیبانی سیاست این کشور در زمینه حفظ ارزش‌های سنتی و اخلاقی امکان زندگی در روسیه فراهم می شود. قرار پرزیدنت ولادیمیر پوتین 19 آگوست امضا کرد. در آن گفته شده است که این تصمیم یک کمک بشردوستانه به خارجیان مخالف ایدئولوژی خرابکارانه نئولیبرالی برای زندگی در روسیه است. بر اساس این قرار گرفتن حق اقامت در روسیه برای این گروه خارجی‌ها آسان‌تر می شود و به آنها دانستن زبان روسی و تاریخ روسیه ضرور نیست. رویخط کشورهایی که شهروندانشان حق گرفتن چنین سند را دارند دیرتر نشر می شود. به اطلاع بعضی از رسانه‌ها با این قرار پوتین می‌خواهد اساساً ساکنان اروپا و غرب را جلب کند. در نیمه اول سال روان نسبت 6 صاحبکار در ولایت سوخت برای فروختن ادبیات دینی ممنوع پرونده باز کردند. در این باره خبرگزاری از پلوس با تکیه بر روشن میرزازاده اجرا کننده وظیفه سردار شعبه دینی ولایت سوخت خبر داده است. به قول منبع 3 کتاب فروش از ظفرآباد و 3 نفر دیگر ساکنان ناحیه‌های اش، بابوجان، غفوروف و شهر استرافشان بودند. در حالی که نظر این صاحبکاران به قضیه معلوم نیست، مسئول اداره دینی ولایت سوخت گفته است آنها کتاب‌های را فروختند که از تشخیص دولتی دینشناسی نگذشته بود. در تاجیکستان کتاب‌های دینی تنها بعد گذشتن از سنجش دولتی دینی باید پهن کرده شوند. حامیان حقوق و کشورهای غربی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی بارها تنقید کردند. ساکنان برخی از منطقه‌های ولایت سوخت از قطع شدن برق در روزهای اخیر خبر می‌دهند. بعضی از ساکنان جماعت چارکوی شهر اسفره به رادیوی آزادی مراجعت کردند که دوام چند روز اخیر بر انتقال برق از ساعت 11 تا 16 بیگاه قطع می شود. ساکنان پرسیدند که آیا لیمیت برق جاری شده است. مقامات در این باره شرح ندادند. قطع شدن برق یکی از مشکل‌های اساسی تاجیکستان در دوره تیرماه و زمستان است، اما خیلی کم اتفاق می‌افتد که در تابستان انتقال برق را قطع کنند. بینندگان عزیز، اگر در جای زیست شما هم چنین حالت جای دارد لطفاً به ما نویسید. زنازنه گروه از وکیلان پارلمان ترکیه به ویدیوهای پربیننده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل یافت. زنازنه 17 آگوست و میان وکیلان حزب حاکم عدالت و ترقیات و نماینده حزب مخالف سر زد. همکارم شادمان یتیم لحظه‌های جالب این حادثه را در گزارش گرد آورده است که با هم ببینیم.
زنازنی وکیلان پارلمان ترکیه به ویدیوی پربیننده شبکه‌های اجتماعی تبدیل یافت. وکیلان زمانی به همدیگر در افتادند که پارلمان وضع یک وکیل زندانی را بررسی میکرد. هم حزب این وکیل از منبر گفت رقیبان جان آتالای را تنها برای آن تروریست مینامند که هم عقیده آنها نیست. اما بزرگترین تروریست ها کسانی هستند که در این کرسی ها نشستند. گفتن او سبب شد تا وکیل از حزب حاکم پرزیدنت اردوغان به او حمله کرد. این وکیل الپای اوزالان ستاره سابق فوتبال بوده خواست مؤلف سخنان احمد شیک را از حزب کارگران ترکیه به جای شناند. مشت‌زنی او سبب به حمایه شیک برخواستن طرفداران شد و دامنه زنازنی وکیلان دیگر را نیز فرا گرفت. در پی زنازنی در روی فرش مجلسگاه آثار خون دیده می شود. جان آتالای 2 سال پیش به تلاش سازماندهی اعتراضهای سراسری پارک گازی گناهکار و به 18 سال زندان محکوم شد. این عیبنامه را او در دادگاه رد کرده بود. وی از زندان ایستاده در انتخابات سال 2023 شرکت و عضو پارلمان گشت. بعد از این پیروزی آتالای چند بار خواهان بیکار کردن حکم شد. ماه ایولی سال 2023 درخواست او را دادگاه عالی بازنگری ترکیه رد کرد و او از حق شرکت در کار پارلمان محروم شد. احمد شیک ضد این حکم صحبت و به بازبینی آن دعوت میکرد. حکومت طالبان ورود ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل را به افغانستان منع کرده است. به حالا مجاهد سخنگوی طالبان به خبرگزاری دایچه وله گفته است که ریچارد بنت برای پهن کردن گزارش‌های نادرست از حق سفر به افغانستان محروم شد. واکنش سازمان ملل به این تصمیم طالبان معلوم نیست. ریچارد بنت سال 2022 و بعد بازگشت طالبان به قدرت گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در افغانستان شد. او بارها از حکومت طالبان و محدودیت‌های جاری کرده آن گروه تنقید کرده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 آگوست را فرا می‌گیرد. 21 августи соли 1991 аз як талоши табаддулоти давлатӣ пешгирӣ шуд ки дар таърих бо номи ГКЧП монд. 19 августи он сол гурӯҳи раҳбарони ҳизби таҳти сарварии ноиб президенти СССР Геннадий Янаев ба ҳабси хонагии президенти ин кишвар Михаил Горбачёв дар осоишгоҳи фароси Қрим дастур доданд ва хостанд ҷилави давлатдориро ба дасти худ гиранд. Талоши табаддулоти давлатӣ ба хотири ҳифзи иттиҳоди шӯравӣ бенатиҷа буд, чун аҳолӣ онро пуштибонӣ накард ва ниҳоят моҳи декабри соли 1991 СССР расман пош хӯрд. 21 августи соли 2004 шӯрои уламои Тоҷикистон намозгузории занонро дар масҷидҳо макрӯҳ эълон кард ва баъди ин намозгузории занҳо танҳо дар шароити хона иҷоза дода шуд. мухолифон гуфтанд чунин қарор хилоф бо қонунҳои шаҳрвандӣ башарӣ ва мазҳабӣ мебошад, чун ҳаққи ибодату намозхонӣ барои ҳама аъзои ҷомеа озод аст. 21 августи соли 2008 дар бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар Пекин гӯштигири Юсуф Абдусаломов нахустин медали нуқраи бозиҳои олимпиро дар таърихи истиқлолияти Тоҷикистон ба даст овард. Абдусаломов соли 1977 дар ҷумҳурии Доғистони Федератсияи Русия таваллуд шуда Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои бонуфуз намояндагӣ кардааст. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامان کم پایان رفته. ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 115 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1006 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را هم فراموش نسازید. خدا نگهدارتان.